به نام خداوند بخشنده و مهربان و بعد السلام علیکم دوستان عزیز و ارجمند. اگر خداوند در عمر بقا بخشد پس فردا به ماه رمضان، به ماه قرآن، به ماه مغفرت و احسان خواهیم رسید. به ماه پربرکت، به ماه پرشرافت، به ماهی که از خداوند برای ما در آن لطف و عنایت های زیاد مقرر گشته است خواهیم رسید. از خداوند مسئلت داریم تا همگی ما و شما را به این ماه برساند و توفیق توبه و انجام طاعت به ما عنایت نماید و این چنین این مهمان عزیز و گرامی را قدر می‌شناسد. این نعمت بزرگ الهی است. خیلی عطای بزرگ الهی است که بنده به رمضان برسد و خیلی لطف و عنایت و توفیق خداوندی است که بنده قدرشناس این مهمان باشد. نه به هر بنده میسر میگردد که به رمضان رسد. چه کسانی در طول سال از میان ما رفتند و نه هر کس که به رمضان میرسد قدر این ماه را میداند، قدر این مهمان را به جا میآورد. دوستان عزیز، رمضان را میتوان به فرصت طلایی که از جانب خداوند به بندگان عطا میگردد نام برد. اینچنین آن را میتوان مکتب 30 روزه ایمانی و اخلاقی نام نهاد. مکتبی که در طول این 30 روز بنده درس ایمان و اخلاق و درس تقوا، درس پاکسازی نفس، درس نگهداری زبان، درس تلاوت قرآن، درس نکویی و احسان به دیگران را می آموزد و در انتهای این درس های 30 روزه شخص دیگری شده می براید. دوستان عزیز، آنگونه که تاجرها در عرف تجارت خود، در عرف بازاری خود موسم‌های معینی دارند، آن موسم‌ها را منتظر می‌شوند تا داد و گرفت مالی کنند، خرید و فروش کنند و هرچه بیشتر سود به دست آورند. این چنین کسانی که با خدا در تجارت هستند، کسانی که جویای اجر و ثواب هستند، رمضان برایشان چنین فرصتی خوب و طلایی تجارت است که می‌توانند در این 30 روز از اجر و ثواب عددهای بیشماری در خزینه خود جمع کنند و ضم کنند. می توانند با روزه‌داری این ماه، با تراویح این ماه، با شب قدر این ماه، با افطاردهی این ماه، با هر نکویی و احسانی که در این 30 روز انجام می دهند، می توانند جنت بی‌بهای خداوند را بخرند. رمضان چون بهار است که بنده در این بهار کشت می کند تا در آخرت حاصل کشت خود را به دست آورد. رمضان فرصت خوبی است که بنده میتواند به رحمت خدا دست یابد، به مغفرت خداوند نائل گردد، میتواند جان خود را از عقوبت الهی رها سازد و میتواند درجه های بلند در بهشت برین را به دست آورد. از بس که این همه خیر و برکت و لطف و عنایت الهی در این ماه قرار دارد، وجود دارد و شخصی که از این همه فرصت‌های خوبی الهی محروم ماند شایسته مذمت است. به حقیقت پیامبر صلی الله علیه و سلم در حدیث مبارک فرمودند: من حرم خیرها فقط حرم. شخصی که از خیر و برکت این ماه محروم ماند، از همه این فرصت‌های خوبی الهی بازم استفاده نکند، من حرم خیرها فقط حرم. به حقیقت شخص محروم است. خداوند از محروم شدن از عطاهای الهی ما و شما را نگاه دارد. پس دوستان عزیز، به امید رسیدن به ماه پربرکت و پرشرافت رمضان و به امیدی به طور شایسته پیشواز گرفتن این مهمان خداوند رحمان، خدا یارد.